مگم من تا بالا بدی مردم ایران من ندیدم. مگم خود ما بد بودیم. اگه خود ما بد نمی بودیم با امیدیست که ایران چرا بد میشه. امی فعلا حال اما چند وقت پیش کو سیاست را به قتل رساندن. امی افغانی های ما شما رسان یا مردم ایرانی رسان؟ نه افغانی رسان. مردش ما شما میکشیم، دخترش ما شما میکشیم، بچهش ما شما میکشیم. بدماشی در ایران ما شما اعلان داره. ما این گپا نمیزنیم که والا ایرانی را پشتی شما کنیم. ما پشتی افغانی خود نمیکنیم. دمی ایرانی مثال شما میدم، دمی افغانستان به یک سیاست ما رو یک چیز بگه غیر ما شما مردم غیر که مغزایش آباد کنیم دیگه کار نمیکنیم. اما خانه بابی ایرانی آباد که ما شما را نمیگه که از اینجا بخیر اینجا بشی. عجیبه. من بیشتر یادآور شدم در حرفای خود گفتم که بعض از هموطنای ما مفکورهای مختلف متفاوت داره و می خواستم همین دلیل پرسان کنم. عالمی دلیلش چیست که افغانها هیچ جای پیدا نمیکنن مثلا؟ دلیلش نمیست. همیشه ما از افغانی خود ما برای جا میخوایم اتیاگه بزنم که نمیدم ایران در هر ملک خارجی که میرن با مو لباسش با مو قانون هزو مردم پیش بره والا اگه هیچ کس چیز بگوید ما شما این همینجا افغانستان هست ما شما یک بدماشی یک کاری را کنیم در افغانستان جای ما شما پل چرخیست یا دیگه جایه 100% ما شما بندی میشیم یا با اعدام میشیم یا یک کار میشیم مگم اونم ایرانی خانه بابیش آباد کمو رد مرز ما خب